با یه دفعه خوب میخوام سیم راستی بال بخور به نظرم تیری آنری. سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اسم من همچنان مهدیه و امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. اومدیم با هم دیگه یه دونه درفت FC24 بزنیم. کارتای فوتیس همونطور که میدونین اومده و امیدوارم که چند تا شکیرمون بیاد. بریم با هم دیگه سراغ ادامه بازی و امیدوارم از تماشای بازی لذت ببرید. بریم با هم دیگه ترکیبا رو ببینیم. خب ترکیبا هم اومد. 4 1 2 1 2 4 3 3 3 4 1 2 4 3 1 2 4 3 2 1. هیچ کدومشون نمیخوام برگردیم. از اینجا که من تا حالا بچه‌ها فیفا بازی نکردم، اینا هیچ کدومشون نمیخوام. کمک آخری رو که زیاد اوکی نیستم باش، به خاطر اینکه هافبک‌ها رو من ترجیح میدم CAM و CDM رو داشته باشم همیشه تو تیمم. این یه دونه CMش عقب‌تر یکم بد نیست. 3 دفاعه اصلا 4 3 هم اصلا بین اولی و چهارمی. از گزینه پیامک‌های مردمی استفاده می‌کنیم برای ترکیب بین گزینه 1 و 4. اولی یعنی اول کار یک صورتی کاپیتان. هاندی کارت بهتر داره ولی هاندی اینه، اینا هاندی رو انتخاب میکنیم. استی چپ استی رو نمیزنم، میام اول از ریورز رو شروع میکنیم بزنیم از یک کنار ببینیم چی میده. بنازم اوه برجا هر کسی اول پیس 99 شوت 97 استی. آره بولیت کارت بهتر داره. بعدی ها رو ببینم. یا خدا نکن این که قشنگ البی میشینه ولی خب کیرویف 98 CF باز نداریم. کیرویف بازی میکنه استی. کدوم 23 کن 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تموم شد. کرویف برداشتیم. برسه بعدی سیدی 94. این خیلی خوبه، چند بارم باش بازی کردم. اوزگل برسه بعدی. نستا کارت بهتر نداره. LM 93 گونزالز. RW نداریم، میدونیم بازی میکنه جای دیگه که به دردمون بخوره. RM هم بازی میکنه. مثلا RM داریم ما؟ نه. LM هم که نمیخوایم. نستا کارت خیلی بهتر داره. ریتینگ گونزالز. ریورس بعدی سی. این اسمش یادم رفت. سولشیر همون منچستری. استی بازم برداریم. مسی رو بردارم. CA هم بازی میکنم. مسی آخه کارت چیز داره 97 داره. بازم یه استی دیگه سولشیر. خب استی داخل ترکیب. استی اون تقریبا مشخص شده، احتمالاً دیگه از اینا بهتر دیگه، مگه اینکه دیگه چیز خاصی بده. یعنی یک نازاریو یک رونالدو صورتی. حسم بهم گفتا CAM مهم. اینجا هم میتونیم فکر کنم مسی بگیریم دوباره. 1 2 3 CAM 98 رو سلسو با اختلاف. CM چپ یا راست؟ CM چپ جاوی. بهترین ریت بین همین جاویه دیگه، با اینکه حالا نسبت به بقیه بازیکنان پایین ولی چه ریتینگی. پایین‌ترین اون 94 تو ترکیب. CM راست بال گیرو دیبروینه. وای دیبروینه خدا. وای اولین بار میگیرمش. اصلا نمیخوام بقیه رو بردارم. پیامی که مردمی داریم، صداش داره میاد. قابل پخش نیست پیامک، برمیگرده به صاحبش. دیبروینه یک CDM خوب داریم. اوزکان 1 2 3 CDM خوب.
اب نداره. بوسکتس 93 بازم بد نیست، برمی‌داریم ها. بوسکتس بدون مسئولیت بدون عضله. حالا 4 تا دفاع و دروازه‌بان رو نگه می‌داریم، میریم شروع می‌کنیم از سابا با دروازه‌بان حساب شروع کنیم. دروازه‌بان خوب می‌خوایم. دروازه‌بان خوب. مرسی وندرسون، مرسی ممنون. کوبل دیگه اصلا دروازه‌بان با کوبل بیمه ابوالفضل بدون گل. واقعا بین اینا کوبل هم از همشون بهتره دیگه. آره عالی تموم شد. دفاع سی بی خوب. زامبورتا 93 آر بی دادم بردارم. آره دیگه سی بی نه خوبه، همین برمی‌دارم. یک سی بی خوب بده. سی بی ها امکان داره خراب کنیم. آخ سوسا. آره ال بی دادم اون آر بی. آره همین سوسا خوبه درش می‌دارم. اونها دیگه کارتای بهتری دارن. این موریلوه، اینم پیسش بیشتره، فیزیک و دیفندشون برابر، دریبل اون بیشتر. دیگه اون پاس همون سوسا. ساب بعدی بازم پیرلو رو داد. وای سیدی اون کی ازکن. پیرلو رو بردارم. پیرلو رو واقعا مثلا 3 تا ساب دیگه دفاع هم نداریم. میخوای یهو بریزم روی این احساس میکنم قرار زرد شه، قرار گلد بگیریم. مثلا آر بی مون که تکمیلی یه دونه بردارم. آر بی خوب. لام یا کارلوس آلبرتو بهتره. 93 آره اصلا کارلوس آلبرتو. ال بی هم داریم. ال بی هم شاید زرد. گلدار رو بده دیگه اگه میخوای گلد بدی الان موقعشه. چقدر خوب داره میده. روبرتو کارلوس نه. نیقس ورنگر. ال بی از آمریکا دشمن نه. آمریکا. وای بذار اینا رو بردارم. فکر میکنم گلد قراره بگیریم. بریم تو ترکیب سی بی نداریم. سی بی گلد میگیریم. دروازه‌بان که بیمه ابوالفضل هست همینطوری دیفالتش. بابا شمام چه ریتی زدیم. یه دونه گلد فقط. دفاع هم قرار برینیم. آره ساب یک بازیکن خوب. فیلم پونگ صورتی. خداحافظ آلبرتو. سی بی چپ یا سی بی راست. سی بی چپ یا سی بی راست. سی بی راست. سی بی راست. سی بی راست. گفتم قرار بدون دفاع بمونیم تو این تیم خوب. دفاع سریع میخواد دقیقا همینو بهم بده. ساب بعدی استی بازم برداریم. مسی رو بردارم. سی ای هم بازی میکنم. مسی آخه کارت چیز داره 97 داره مسی. آره اونو برداشتیم که این کارت چه برداریم. ریتینگ برم داریم دیگه. بعدی ساب آخر با یه دفعه خوب میخوام. خانوم سی دی ام خانوم دختر ال ام 89. یه دونه سی بی خوب میخوایم. سی بی بهم بده خوب لطفاً این سی بی خوب. چقدر خوب داره میده. لنگلت واقعا. دانته با پیس 32 یعنی رو به عقب راه میره. دانته پیس 32 اصلا مگه هست کسی با این پیس؟ وای پیامک بدون هماهنگی گم شد. پیامک فقط تایید میشه خونده نمیشه. همین خانومو برمی‌داریم دیگه. خانومی وای حیف شد. جاوی رو بزنم بیرون. خب برم اینا رو من بچینم درست کنم ترتیبشون و اینا رو. بعد موقع آماده بازی دوباره برمیگردیم. خب آقا ریت 95 زدیم با یه دونه 84 تو ترکیبمون هم داریم میبینید وضعیت سابشنال که اصلا کلا 3 تا گل داشتیم. بعد از این طرف هم که اصلا ترکیب خدا خیلی بازیکن خوبی داریم. حتی با اینکه یه دونه دفاعمون 84 همه چی رو چینیم مرتب به ترتیب. مونده دروازه‌بان بتونیم یه دونه کمیستری برای دیبروینه جور کنیم. کمیستری رو هم کامل گرفتیم. بریم ببینیم چی میشه دیگه. دروازه‌بان انگلیسی، بلژیکی، منچستری، هر چی می‌خوایم. مربی رو هم ور داریم ببینیم مربی چی بهمون میده. امیدوارم به درد بخوره. حالا شانس ما این همه انگلیسی ریخته. یه دونه هم انگلیسی. یه پیام ناگهانی داشتیم. بله اشاره شده که همه رو گفتم دروازه‌بان همون مربی، چون مربی مثل دروازه‌بان. بریم با هم دیگه مربی رو هم برداریم ببینیم میتونیم دیبروینه رو اوکی کنیم یا نه. مربی ها باز شد. وای مگه میشه. خب مربی هم واسه دیبروینه در کمال ناباوری جور نشد. یه مربی انگلیسی نداره، 2 تا ایتالیایی. این کجاه؟ نروژ، دانمارک، ترکیه، اسپانیا. هیچ کدومشون به درد نمیخورن. خب
مربیمونم ارنستو والورده انتخاب میکنیم. بریم. خب آقا ترکیبو چیدیم، دیدین همه چی آماده کردیم، بریم ما هم دیگه سراغ بازی ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. میگم با شاخ فیفا قرار بازی کنم، بگم خیلی ضعیفم یا نه. خب شروع شد، ببینیم تیم حریف و چلسی. عالی عالی. البته از اونجا که من فیفام خوبه برام فرقی نداره تیم جلوم چی باشه. بازی شروع شد یا خدا. پینگم چی هم من؟ نه اصلا پینگم من پینگ عالیه. آقا من بازی کنم که فعلا عوض نمیشه، نمیدونم چرا. بریم ببینیم حالا چی گولی میخوام بزنم به سر خودمون. موقعیت بخور بابا سگ. گل. مرسی تشویق نکنین. باسن سفید نمیخوردون که اصلا. وای من بازی کنم عوض نمیشه خیلی رو مخم یعنی رو مخم خیلی نامردیه. آقا دکمه بازیکن عوضم خرابه. الان باید اینو بفهمم. تموم شد. وای نمیتونم بازی کنم عوض کنم. آقا این انصافه. الان این انصافه. اینم چه نوب سگیه. حالا اسکل هر کی دیگه بود ما 20 گل زده بود تو این موقعیت. بودو خب من فوتبال همیشه ادب و نزاکت حرف اولو میزنه. اگر لحظه‌ای به این حقیقت شک داشتید میتونید همه رو، اگر لحظه‌ای به این حقیقت شک داشتید میتونید فوتبال ایران رو ببینید تا متوجه بشین که ادب و احترام مهمترین چیزهای. اصلا این کی بود من باش زدم؟ اوی خدایا من نمیتونم دفاع کنم، یعنی باید همه موقعیتام گل کنم تا ببرم. وای باورم نمیشه. مرسی دفاع خانومی بگیر. کیه؟ پیلو سگ. بخشین طرفدار عاشقان ایتالیا معذرت. تو شوک. جالبه که دکمه‌ام تو تنظیمات و همه جا درسته. اصلا 2 دقیقه پیش داشت کار میکرد. ولی ما قرار نیست برابر چالنجا تقسیم شیم چون خیلی کله چقدر از این ارسال بخور گلو. تمام شد. ارسال نکردم و شما باید قانون فوتبال یادت باشه همیشه نزاید درشون میزنن درتون. آقا به خدا من میتونم رو بگیرم اینجا، من انقدر نوم نیستم. همین بدبختی همه رو شکست میدیم. حالا تهش که باختم فشار خوردم. نیمه دوم یک کاریش میکنم برم میتونم تغییر. نمیدونم چرا آقا 2 دقیقه قبل اوه تکنیک زدی. مرسی دفاعم بنازم. دوباره جکی جان پاس کرد. اون نفر بعدی از این سوسول بازی ها نکنیم. خطر خانومی بنازم. ریدم خودم ریدم. تمام شد. بعد اینجاهاش حکم یک فیلم سینمایی رو داره. میتونم براتون گزارش کنم. کرویف اونا ارسال میکنه. کنه 3 2 1 بریم سراغ بازی. الان وقت پیمک نیست، صداش داره میاد. بازی رو شروع کردیم به زیبایی. بنازم چه پاسی دادم. دیدم عشق کردین. حالا خیلی بلند بود ولی ریدم. وجود با ول میکردم گل شده بود، یعنی گل نشده بود. بعد بخ نشونه دیدم. بذار دکمم درست شد. باشه نمیگفتم نقل میگفتم دکمم خراب بود. پیامک بعد برنامه شرم مهلت پیامک دادم تموم شد. اوف خانومی خیلی خوبه. خانومی رو حتما بگیریم. بده به این دیگه. داداش چی بود زدی؟ چی کار کردی؟
ما که نیازی به تغییر نداریم، تیم قوی. زیر زدم. خب بریم آفساید بودا دوباره کلا آفساید گیری قوی، تیم دفاع خفن. تعویض منطقی بازی بکنم شیک. خوردم. خودم فهمیدم. بنازم راضیم 70 تا گل می‌خوردم انقدر سگم که خوب زدم یه استوب بزنم تعویض وقت گواردیولاییه. ما که نیازی به تغییر نداریم، تیم قوی. پیرلو واقعا بد بود، اصلا انتظار این حجم از بدی رو نداشتم. تیریانی رو آوردم و مستر پپرونی. تاکتیکو می‌بینی اصلا تیم رو برنامه پیش میره. بناز آفساید دیگه احمق، همه فهمیدن. بنازم بخور بدبخ. یک پیامک مردمی دارم، اون پیامکم گم شد، با سری پیدا کنم. تو بخص یک پیامک مردمی حین برنامه. مهدی کثیف نیستم من. وای استرس بهم میدین به جای حمایت پیامک‌های هیت بهم میدین شما. دفاعی داره میکنین خانومی همون کارو که ای خیلی خاص. این یارو خواست چرک باشه دیگه. از من چرکتر که نداری، مثلا تو میخوای چرکتر از من باشی که چرمنده میشه دورش کنی. کودن غلط کردم. مرسی خیلی خوب زد. پینگ بودم پینگم ثبت شد 198 بودم. من قویم. خب اینا بهونه نیست. آقای دسته رو داده داداشش تموم شد. یعنی یه جوری بهش گفتم داداش بیا برو بکن تو گلم که شرمنده. به خدا زده بودم زودتر، به خدا. اصلا کورنر استاد کورنر اینجاست بچه. کورنرها اینجا کلاس آموزشی راحت استفاده کنید. ریدم اینا خدا. اینم پین شده ما. معذرت. ایزی میزنمت بدون پلیتیک میکنی لاسی بیلا با تیم تین پلو گیر. تو لیست بازنده ها زدم اسمتون دیبروینه بودو با اون پیس کمت. هنری خیلی بد زدم. جوگیر شدم خودم. نظرت میگم با شاخ فیفا قرار بازی کنم. وای ریدم گو خوردم. به خدا پینگ شده. سه من نمیبازم. من به اینا نمیبازم. یکی بجام فراد مجید مش بزن رو میز. را برو دیگه. وای جاوی بگیرم بکنم رید تو موقعیتم. فیلمپون ارسال عالی. این چه سری بود کوتوله. جاوی بود بازم. جاوی یه کار مفید بکن برای تیم. جاوی ریدم خودم فهمیدم. بکن 88 3 الان نیست بازی به این زودی تمام میشه بچه‌ها. بنازم تیری آنری. مرسی خانومی. پیامک خانومی رو شما ببینم پیامک رو کنم. وقت برده. خودم اینا رو میدونم. گواردیولا حال کردی گل نخورم فقط که این میخواد بود دو بره. الان جمع کن وین. اولین وین دنیام توی این بازی. پیامکاتونو میتونین برام کامنت کنین. همه پیامکاتون خونده میشه از یک کنار. اگه دوست داشتید تو درفتای بعدی پیکامون رو شما انتخاب کنید، از همین الان میتونین گزینه مورد نظرتون رو بگین. مثلا من آربی شماره 4 هر چی بود از چپ. ببینیم چی در میاد. پیامکاتون رو میخونن یه درفت اونطوری باز میکنن ببینیم چیکار میکنین دیگه. خب آقا این ویدیو هم تموم شد. فیفا باز اصلا نیستم. خیلی ساله که از بچگیم پس بازی میکنم یا اون ای فوتبال. کلا سخت بود واسم ولی
اگر ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، سابسکرایب کانال فراموش نشه و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.